سلامتی. چرا دروغ میگی؟ من دخترم. وای من میترسم. تو قیافت رو میخوای بخوای برام خیلی. خانم برم. نمیشنم. واقعا حالم خوب نیست. وای نرسخوار. چقدر پررویی تو. خب بخورم دیگه بده. چقدر بیشعور بی شخصیتی تو. صبح من الان زنگ میزنم به صدا صبر کن. هلو گایز، خوش اومدی به چنل یوتیوب من. قبل از دیدن این ویدیو چنل رو سابسکرایب کن، بعد ویدیو رو ببین. هلو گایز، چطوری؟ خوش اومدید به یه دوربین مخفی دیگه. توی این دوربین مخفی میخوایم عرق سکی آبه ولی خب میخوایم نشون بدیم که مثلا ما مستیم و ریاکت اون کسی که سوار میشه رو ببینیم. ولی قبل از اینکه ویدیو رو ببینید سابسکرایب، لایک، کامنت نکنید ازتون نمیگذرم این ویدیو رو ببینید. یعنی گفته باشم لایک، کامنت و سابسکرایب. اگه دوربین مخفی زیاد میخواید نفعی 5 تا برامون قلب بذارید اگه دوربین مخفی میخواید. اگه نمیخواید هم هیچ. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کلی دوستتون دارم. بعد اینجوری ما بریم که مسافر پیدا بریم. سوار میشه. بفرمایید. سلام. کجا می‌خواستید برید دقیق؟ چی میچسبه؟ گفتی نداری تو ماشین؟ چرا؟ جدی؟ به بلوتوث هست میشه ماشینه؟ میتونم بس چه؟ جان؟ چرا داریم میریم اونجا؟ چرا؟ میریم من شات داری تو ماشین؟ آره اونجاست. اینجا؟ به آهنگم بذارم. مشکل نداره آهنگ بذارم. چی کار میکنیم خانم؟ داریم میرسونیمتون دیگه. چی کار میکنیم؟ شما پیک میخوای؟ کاری نداره.
نه یه ماشین بهش گفتم وایسن تو پسرم. خانم زنگ برای چی میزنی؟ دیگه باید اطلاع داشته باشه خواهرم. اطلاع داشته باشه. چیزی نمیگیم ما. من ندارم تو ماشینتون. بعد دارم تو ماشین مشروب میخورن. میخوری شما؟ نه خیلی من نمیخورم. خواهرتون نمیخوره؟ پیاده نمیخوام. وایسا پیادهشم پیاده نمیکنه. واقعا پیاده نمیکنه. برای چی با من نمیخواید برسید؟ یه آهنگ دو تا پسرن. چرا دروغ میگی؟ من دخترم. وای سمت الان ما سمت سعادت آبادیم دارم میرم سمت بولوار دریا. در تو آهنگ بزنم خانم یه ذره جوتون عوض شه. دیگه آهنگ بزنم جوت عوض شه. اصلا حالت عادی ندارن. کمش کن یه لحظه. میاری سردم داری مرد نبردی محلمون مردی عشق جنگی. صحبت کردم. بابا یعنی چی؟ میشه وایسی؟ نه داریم میریم. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ خانم ازم بیاید شما یه پیک بزنید اوکی میشید. الو من میترسم. خانم من این لولو خورخوره تو ماشینه. سرعتش بالا چجوری دارم ماشین رو باز کنم؟ خانم ما با شما چی کار داریم آخه؟ الان میفرستم متوجه میشی؟ بفرست من داریم چی کار میکنیم؟ دستامون نگاه چجوری داره میلرزه؟ خفتت میکردیم الان تقریبا خفتم کردی. دختر ندیدی مگه تا حالا تو زندگیت؟ چی بگم والا ما اصلا با شما کاری نداریم. الان شما کجایید؟ بگید الان خواهرم دوست پسرش رو فرسته حالت میشه برسه. بابا با دوست پسر خواهرت من چی کار دارم؟ پسر خواهرم الان میاد گولاخه. تو بچه خوشگل رو می‌ذاری پایین. بذار بیاد اونم بیاد. تو قیافت نمی‌خواد بخوای منم خفت. خانم برقص. کودکی دیگه مسخره بازی. چه دوست پسر دوستم بیا. سلام. Yine de gelmişik. به نظرم شما بیا یه پیک بزن. 5 dakika müziğiyle dolarlandı. اوکی میشی. Allah hiç melaniniz. Tüm istediğiniz. شما حالت الان اوکی نیست. آقا من حالم خوبه. نه حالت اوکی نیست. شخصیت داشته باش خب یکم تو هم. حال شما اصلا اوکی نیست. حال تو اوکی نیست. من خیلی حالم خوبه. من واقعا حالم خوبه. امنیت داشته باشه. حالا من هیچ بی امنیتی شما. آره بی امنیتی یعنی تو باشی داری مشروب میخوری. خانم به شما چه؟ آقا شما راننده من با شما صحبت کردم اومدم سوار شدم. چون پیاده میشه باشم پیادهشم واقعا حالم خوب نیست. من نمیشنم. آقا یعنی نمیشنم کری. جان. ای بابا. برقص. آقا من چی میگم؟ خانم یعنی چی؟ الان میرسه دیگه سرعتش قطعا شما بالاتره. اشکال نداره بذار برسه. مهم نیستم؟ نه اصلا مهم نیست. نمیترسی. خانم سلامتی شما و شوهر خواهرت کجاست بگو ما بریم میشه. چقدر پررویی تو. یه ذره برس تو کانال کولر ماشین مست کنم. بذار خودم برم.
در آهنگ رو زیاد هم کن. کرد بابا. من پیکا بالا باشه من پیکا بالا من پیکا بالا باشه من پیکا بالا من پیکا بالا باشه من پیکا بالا من پیکا بالا باشه Some Fortan Green. آماده ایم آما. آماده باش. بیاید به نظرم شما یه پیک بزنید اوکی شید. آخه داری من مسخره می‌کنی واقعا نمی‌شه. چه مسخره ای؟ یه لحظه اینو بده. بده یه لحظه به من اینو. میخوای بدم بو کن. خب بو کنم دیگه بده. بعد یه پیک بریزم. نگفتم پی بریز وایسا گفتم وایسا بده بو وایسا. کنم. از اون نریز بذار من وایسا. عرق کردم صبح براش بگیرم. بیا آره بیا. ببریزم رو. یعنی چی؟ چه می‌کنی؟ عرق چقدر بیشعور صبح- بی‌شخصیتی تو. صبح ورزش کردیم. بیا بیا. بذار براش بسیشون بریزم. بده یه ذره بخور این چه خوشمزه است. شوره یه ذره فقط. بیا. از اون قبل رسونی اومده اینقدر بیشعور بفرمایید. بی‌فرهنگی. الان میرسه. بفرمایید. خوش کنم بیا جلو. بفرمایید. یعنی شرعید برای شرعید باشو به آوردی تو ماشین من الان زنگ میزنم الان زنگ میزنم به صدا دستم کن تو خیلی بیشعوری دیگه چرا میخندی؟ برای چی میخندی؟ اکی داره آب بوی مشروب میده. یه ذره این آبه؟ چیه؟ این آبه؟ اینجا رو نگاه کنید شما. چی؟ این دوربینه دوربین شما اینم آبه. دوربین مخفیه. یعنی چی؟ واقعا همون ترسیدی خواهر من داره باش سکسی میکنه که تو داری آب میخوری من اینستا کردی حالا نیومدن دعوا کنیم؟ آره میان بده واقعا اسانس چیزی توش ریختی بو میداد؟ نه نه یه ذره رو من تاش آبه. الکل ریخته بودم. الکل دست. ببین واقعا ترسیدم ولی اصلا قشنگ نبود من کلی ببین خندیدم. دستم واقعا داره میلرزه بریز بخوریم حالا ولش کن. تمام شهر دارم من زنگ میزنم چی بریز بخور این دوربین مخفی بود. امیدوارم ناراحت نشده باشید. یه واقعا شوخی فکر بود. می‌کنی ممکنه اصلا مشکل قلبی داشتم نه نمیخورد بهتون مشکل قلبی داشته باشید. امیدوارم ناراحت نشده باشید. عذرخواهی میکنم اگه ناراحت شدید سر هر چیزی. من زنگ بزن کنسلش کن. آره اونم کنکل کن نه یا لایو لوکیشن فرستادم ببین میگم دنبالتون بعد ببین کارو واقعا نکنم باشه خیلی ترسیدم اوکی. ویدیو رو میتونیم بذاریم اوکیه؟ بس اوکی. امیدوارم ناراحت نشده باشید. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. آقا پروه من دارم میترسم بریز آره بخورم بابا وایسا. بعد بچه خود دوستتون داریم. ویدیو رو شیر کنید برای دوستاتون. تا ویدیو بعدی بدرود. دستم تکون بدید. میرسیم الان. خدافظ.